قرار است نرخ تحصیل در بخش‌های شرطنامه‌ای دانشگاه‌های تاجیکستان در سال جاری تا 10% افزایش یابد. این در حالی است که حدود 30% اهالی تاجیکستان کم بضاعت دانسته می‌شوند و برای بیشتری از این خانواده‌ها پرداخت پول تحصیل مشکلی می‌آورد. قادرزاده سردار خدمات ضد انحصاری تاجیکستان 27 ایول گفت که دانشگاه‌های کشور این مبلغ را برای تحصیل کم می‌شمارند و برنامه داشتند که قیمت تحصیل شرطنامه‌ای را تا 25% افزایش دهند. و گفت و با نظر داشتی که اون که مامی کارخانه‌ای که مؤسسه تعلیمی نیز به ضرر فعالیت خود رو ادامه دهد ما هنگام تحلیل مقرر میکنیم و در اکثر موارد از 8 تا 10% ما در میانه همین نرخ را مقرر میکنیم. ساحه معارف تاجیکستان از بودجه حکومت مبلغ زیاد دریافت نمیکند و معاش معلم‌ها در مکتب و دانشگاه‌ها برای زندگی آنها کفایت نمیکند. این است که فسادکاری در این ساحه بیشتر به مشاهده میرسد. رحمان اولماس معاون رئیس دانشگاه مشترک تاجیکستان و روسیه میگوید که افزایش قیمت تحصیل یک امر ضروری شده است، زیرا استادان دانشگاه وادار میشوند با معاش اندک درس دهند و این حالت به صفت تحصیل اثرات نامطلوب میگذارد. ستاره بانو کیرامووا نماینده مرکز ملی تستی تاجیکستان نهاد مسئول قبول امتحانات داخل شوی داوطلبان به دانشگاه‌های کشور میگوید که در سال جاری حدود 45000 جوانان برای تحصیل در بخش بودجوی و حدود 20000 به بخش شرطنامه‌ای حجت و امتحان سپاریدند. او در پاسخ به این سوال که چرا جوانان بخش شرطنامه‌ای را انتخاب میکنند گفت ببینید که جای بودجوی بیشتر است نظر به جای پلاکی. بعضی اختصاص‌ها هستند که شکل رایگان ندارند، از جمله دانشگاه طبی اختصاصی دندانپزشکی رایگان ندارد. همه ساله هزارها نفر دانشگاه‌های تاجیکستان را با اختصاص مختلف از جمله دکتر، مهندس، معلم، حقوقدان و اقتصاددان ختم میکنند، اما بنابر سطح بلند بیکاری آنها یا از پی کار با تخصص‌های دیگر میروند یا برای کار به خارج رو میآورند. حدوداً 1 میلیون شهروند تاجیکستان در روسیه کار میکنند. بر پایه آمار رسمی از آغاز سال بیش از 242000 شهروند به مهاجرت مهنتی رفتند و بیش از 20000 آنها زنها بودند. در میان این افراد شهروندان دارای معلومات عالی نیز کم نیستند.